داستان آشنایی من با خدا و خودم از اونجایی شروع شد که توی شرایط خیلی سختی داشتم زندگی میکردم. به یه جایی رسیده بودم که اصلا در اومدن از اون شرایط کار من نبود. تو اینستاگرام داشتم میچرخیدم، یه پستی رو یهو باز کردم، یه شعری بود از مولانا: ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده، در شب ظلمانیم ماه نشانم بده. یوسف مسکین به چاه گشت چنین پادشاه، گر که طریقیم بود چاه نشانم بده. این دو بیت شعر ورد زبون من بوده و همیشه هست و اگر بفهمی درکش کنی هیچی دیگه نیاز نداری. این دو بیت شعر منو از یه شرایطی بیرون آورد که نه هیچ پولی میتونست بیرون بیاره، نه هیچ آدمی میتونست این کارو بکنه. خدای شکرت.